بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب، شگفتانه اسپیشال و ویژه‌ای رو که خدمتتون تقدیم میکنم در مورد عرض کنم حضور شما آیه 7 سوره بینه خیر البریه هست. مفسرین شیعه و سنی به اتفاق، سنی طبری، شیعه المیزان و دیگران، این کلمه در آیه 7 سوره بینه رو مربوط میدانن به حضرت علی ابن ابی طالب وصی نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان پیرو ایشون. علم الحروف یا علم الاعداد این موضوع رو به زیبایی استخراج کرده و کدهای لازم رو در آورده و تقدیم حضورتون میکنه. از اینکه مقاله رو مطالعه میکنید سپاسگزارم و از اینکه وقت میگذارید متشکرم.